دوستان سلام، امید که صحت سلامت باشین، روزگار بخیر بگذره و زندگیتان مملو و سرشار از معنویت باشه. شما رو به برنامه شام یک خوش آمد میگم. دقیقاً ما در بخش دوم قرار داریم که بخش سلامت روان هست و امروز موضوع جالبی را در برنامه انتخاب کردیم که همچنان مهمان عزیز در برنامه با خود داریم. موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم در ارتباط به تنبیه بدنی کودکان هست و مهمان عزیزی که در برنامه دعوت کردیم جناب اسمت الله هاشمی روانشناس موفقی هستند و خوشبختانه که افتخار حضورشان امروز در برنامه امشب در برنامه البته با خود دارم. هاشمی صاحب سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد پروردگار بزرگ، درود و صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ارادت و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده هایی که بیننده برنامه زیبای شما هستند. امیدوارم تندرست، شاد و پر انرژی باشند و دید و تفکر همه عزیزایی که بیننده است مثبت باشه. بخیر و سلامت باشین. هاشمی صاحب، قبل از اینکه بریم به پرسش‌ها می‌خوایم یک سوال شخصی از شما داشته باشم. آیا در طفلی از طرف پدرجان یا مادرجان لت خوردین؟ والا چی بگم، از ما پدر و مادرم هر دویش معلم بودن و مرا زیاد لت نکردن، کم لت کردن. خب پرسش‌ها رو شروع می‌کنیم. تنبیه بدنی هاشمی صاحب یعنی چی؟ خب تنبیه بدنی به این معنا که ما وقت یک فرد یا به یک نحو میتونیم بگیم یک طفل را میخوایم یک کار بگه انجام بده ولی انجام نمیده، ما از تنبیه بدنی استفاده میکنیم یا کمک میگیریم. مثلا بالاخره آزار رساندن فیزیکی، به این فکر که ما آسیب نرسانیم به او فرد. ما یک فرد را به شکل بخوایم بزنیم یا از پایپ کمک بگیریم یا از چوب کمک بگیریم یا از هر چیز کمک بگیریم یا امراه سیلی بزنیم و دید و تفکر ما این باشد که به او فرد ضرر نرسه، این را میگیم تنبیه بدنی. یا بالاخره به جسم او بالاخره ضربه وارد بکنیم، این را میتونیم نامش بگذاریم تنبیه بدنی، که یکی از غلطترین راههایی است که متاسفانه امروز در افغانستان و در کشورهای جهان سوم از این روش استفاده میکنند که واقعا یک روش غلط هست. خب یعنی به زبان دیگه اگه بگوییم تنبیه بدنی یعنی ایجاد درد در وجود یک طفل بدونی که برش صدمه وارد شود. همین قسم دید و تفکر همین گونه است که بدون این که به یک فرد صدمه وارد شود. ولی اگر ما دقیقا نگرش داشته باشیم، اگر از تنبیه بدنی کمک بگیریم، قطعا آسیب های جدی را در دراز مدت به یک فرد میزنیم. اگر یک طفل هست، ما امروز فکر میکنیم که این طفل هست، آسیب به او نمیرسه، شاید درد کمتر به او وارد بکنیم و فقط به یک نحو بیشتر کسا میان دکتر صاحب خب ما نمیخوایم بیشتر مثلا به او فرصت بدم، خب باید استفاده بکنیم دیگه، نمیشه که مثلا او را نزنم. او دکتر صاحب میشه که یک فرد را نزنیم و یک کار انجام بده؟ بله، بدون زدن هم کار خیلی انجام بده. یعنی این طور نگرش داریم که ما مهربانی کردیم. چوب امروز تو را درد میکنه، سبا تو را مرد میکنه. چنین تفکرات ما داریم، دلسوزی به یک نحوه. حالا باورهای غلط ماست. مثلا ما فکر میکنیم که اگر ما از تنبیه فیزیکی کمک بگیریم، به یک نحوه ما طرف مقابل فهماندیم که کار بد دیگه انجام نده، که حالا که بسیار زیاد مشکلات زیاد داره، در دراز مدت در بزرگسالی ایجاد میکنه. افسردگی، عدم عزت نفس، استرس، اضطراب، حالا ما میبینیم عقب ماندگی ذهنی که خیلی تاثیر منفی میتونه داشته باشه. خب چرا والدین از تنبیه بدنی در مقابل اطفال یا کودکانشون استفاده میکنه دکتر صاحب؟ خب واضح هست. من فکر میکنم که دلایل بسیار زیاد مثلا واضح نداره، چون همه میفهمند که به چی دلیل یک فرد از تنبیه بدنی کمک میگیره یا در خانواده ها متاسفانه از تنبیه بدنی کمک میگیرن. مثلا میگه که طفل این کار انجام نده، من نگفتم تلویزیون روشن نکنی، من نگفتم که در سایت بخوانی، تو باید در اینی تایم تلویزیون ببینی، در این تایم در سایت بخوانی. و بالاخره بارامی نمیزنه صحبت مثلا که فرزندم اینی کار انجام ندی، مثلا با صحبت نمیخوان این کار انجام بدن، میخوان بزنن به یک نحوه. یا مثلا چرا برادر خودت چیز گفتی، مثلا چرا در اجتماع رفتی، مثلا چرا این کار انجام ندادی، یا به یک نحوه. بیشتر من فکر میکنم در خانواده های ما به خاطر درس نخواندن لط و کوب صورت میپذیرد. چرا تو درس نخواندی؟ چرا درس نمیخونی؟ چرا مثلا مکتب میری گپ استاد تا گوش نمیگیری؟ به او خاطر اینا را لط میکنن و بسیار به شکل فجیع لط و کوب صورت میگیره در افغانستان، که متاسفانه نزد من مراجع بسیار زیاد فکر بکنید به شکل خطرناک نزد من مراجعه کرده که دکتر صاحب فقط نمی‌کمانده بود که دیگه فکر بکن به ما درد اونقدر زیاد وارد شد که حتی فقط مونده خون برای جان. مثلا اینقدر زیاد من لط و کوب کردن به یک خاطر که تو چرا شب خانه ناوقت آمدی. یعنی بسیار با طریقه های مختلف لط و کوب میکنن. متاسفانه که حالا طریقه درست را اونها یاد نگیرن، تنبیه درست یاد نگیرن. بله
متاسفانه که حالت فاجعه باری است. خب هاشمی صاحب، میتونم تنبیه بدنی یک روش درست تربیتی باشه؟ چون اکثریت از خانواده ها به این عقیده هستند که تنبیه بدنی میتونه که رفتار طفل مرا کنترل کنه. چقدر این گپ درست است هاشمی صاحب؟ خب از دیدگاه خیلی ها این روش درست هست. در افغانستان 99% معلمین عزیز ما که بسیار من احترام به اونا دارم، من 99% نمیگم 95%، اونا به این عقیده است که باید تنبیه فیزیکی داشته باشیم. اگر ما مثلا تنبیه فیزیکی نداشته باشیم، خب کار به نحو احسن انجام نمیده دیگه. مثلا دکتر تو از دل خود گپ میزنه. نه، ما از علم روانشناسی صحبت میکنیم. علم روانشناسی تنبیه بدنی را کاملا فکر بکنین نمیمونه که اجرا شود و کاملا مخالف است. در کشورهای جهان اول غیر قانونی هست تنبیه بدنی. در کشورهای جهان اول اصلا وقتی یک فرد تنبیه بدنی میکنه طفل خود را یا فرد کوچک را یا به یک نحو میتونیم بگیم دانش آموزان عزیز را تنبیه بدنی استفاده میکنن، اینا حتی فکر بکنین محکوم میشن، جریمه میشن، یا باید جریمه نقدی بپردازن یا اینا محکوم به این میشن که اینا باید حبس سپری بکنن حداقل مدت 1 ماه. اینقدر این موضوع کلانه هست. چرا وقتی یک طفل میآید مکتب در سنین 10 سالگی و بالاخره 11 سالگی قرار داره، سنی است که باید با او ما آرامش بدیم، سنی است که ما باید به او صمیمیت را یاد بدیم، سنی است که ما باید بیشتر توجه به او بکنیم. چرا؟ چون همیشه وقت دوست دارن مورد توجه و مورد تشویق قرار بگیرن. اگر ما بیایم از تنبیه بدنی کمک بگیریم، قطعا به او آسیب میرسانیم و علم روانشناسی این ممنوع قرار داده و اجازه نمیده. یک تعداد خانواده ها میگن نباید دکتر تو مگه تو قبول نمیکنی، تو گپ میزنی، تو مثلا به سن آمدی ما رو درس میدی. مثلا یک کسا شاید باشه که عقل خود عجیب ما خوبتر میفهمیم که چه قسم تنبیه بکنیم. اصلا این راه خوبی نیست که ما بخوایم یک فرد را بالا تو کوب تنبیه بکنیم. هاشمی صاحب پشتو رو میکنیم لگ کوی به ما یک مثال از پشتو میگن که چه دب نوی ادب نوی. گفتنی به این مورد چیه؟ خب بیشتر از ضرب المثل‌های که بزرگوار ما گفتن بیشترش میخوام بگم. یک تعداد شاید خوب باشه اما بیشترش من رد میکنم. بیشتر او اصلا من قبول ندارم. اونا در موقعیت قرار داشتن که ما در اون موقعیت نیستیم. اونا شرایط کاملا متفاوت است. بله ما در دنیای زندگی میکنیم که فکر بکنیم این دنیای ما تا اون زمان خیلی ها تفاوت داشته و اونا با افکار بودن که ما نیستیم با افکار. اونا با شرایط بودن که ما با او شرایط نیستیم. اونا با امکانات بودن که ما با او امکانات نیستیم که اونا بالاخره چنین صحبت‌های را استعمال میکنن. مثلا امروز ما روش‌های بسیار خوبی داریم برای تحقیق. حتی بیشتر از کسانی که بالاخره سارانوالی میخوانن اونا میفهمن که وقت مجرم آمد نزد اینا بدون هیچ نوع تنبیه بدنی که اونا را باید جزا بدن، بالاخره انگشتشون قطع بکنن، بدون این، یعنی یک سارانوال موفق کسی هست که بدون اینکه به یک فرد آسیب برسونه از او صحبت بگیره. بنابراین ما باید آنقدر در این جهانی که زندگی میکنیم تفکر بلند داشته باشیم بدون اینکه به یک فرد آسیب برسانیم، سبب شویم که اون فرد بالاخره کار بد انجام نده. چرا؟ وقتی ما میخوایم یک فرد را تنبیه بکنم دلیل داره. دلیلش این است که یا او بالاخره کار درست انجام نداده یا خلاف میل ما کار انجام نداده، میخوایم که او دیگه، ما فکر میکنم که ما حق بجانب هستم ولی او حق بجانب نیست و میخوایم که او را بالاخره ما به یک نحو لط بکنم که کار دل ما را انجام بده. خب هاشمی صاحب، راههایی وجود داره که جاگزین تنبیه بدنی شود؟ سلامت باشین، سوال بسیار زیاد بجای کردین. خب خیلی از عزیزا و دوستا و خانواده ها میپرسن که دکتر صاحب حالا ما به خاطر اینکه بتونیم تنبیه درست داشته باشیم کودکان خود را که بالاخره به پروا به بار نیاین یا به یک نحو اونا به برنامه نباشند دیگه، دکتر صاحب ما میخوایم درس بخوانن ولی اونا نمیخوانن، خیلی چی کار انجام بده که اونا درس بخوانن؟ یا حالا جاگزین لط کردن و جاگزین تنبیه بدنی چیست؟ من فکر میکنم طریقه های مختلف وجود داره. اولا تشویق. مثلا میشه که ما از تشویق کمک بگیریم، طفل خود را بگیم اگر تو این کار انجام دادی من برات جایزه میتونم. متاسفانه در افغانستان والدین امرای اطفال خود اصلا صحبت نمیکنن. دیگه من خب نمیفهم چنین خانواده‌های شاید باشه در افغانستان، ولی راهش همین است. وقتی ما دوست داریم که تنبیه درست بکنیم، تنبیه درست داشته باشیم، به یک نحو پاداش در نظر بگیریم، تشویق بکنیم و پاداش در نظر بگیریم. تو این کار انجام بده، من مثلا برای تو موتر میخرم، موترک میخرم، موتر نگم موترک میخرم
با اسکلک میخرم برای تو مثلا چیز این خوب است، تنبیه خوب است. دکتر صاحب به نحوی نمیشه که یعنی به نحوی امی طفل یک شخصیت نمایشی به بار نمیاره این کارایشون؟ ما فکر میکنم در طول مدتی که ما میخوایم این تنبیه را داشته باشیم نخیر، اما ای اگر ادامه پیدا بکنه به یک نحو تاثیر میتونه داشته باشه و طفل نمایشی به بار میآید. اما ما هدفم این نیست که ناز پرور بزرگ شوند، که ناز زیاد بتن. خیلی از خانواده‌های متاسفانه یک تعداد خیلی لطوکوب و جدیت دارن، اما یک تعداد خیلی دیگه متضاد گذاشتن. بس افراط و تفرید. افراط و تفرید. من میگم تعادل خوب است. شما ببینید در یک خانواده که صمیمیت نیست، در یک خانواده که تشویق نیست، در یک خانواده که اخوت و برادری و دوستی و رفاقت نیست، او خانواده دیگه فکر بکن اون دیگه خانه نیست. اون ما فکر بکنیم میدان جنگ است. وقتی من مثلا یک کار انجام میدم، پدر بیاد مرا چیز بگه که چرا کار انجام دادی، فرصت باید بتیم برای طفل خود، باید فرصت برش بتیم، باید به نحو با او صحبت بکنیم. بچیم این کاری که وقت انجام میتی این دلیل داره، یا به یک نحو برای او بفهمانیم، صحبت بکنیم. خداوند وقت صحبت برای ما داده، زبان برای ما داده، به این خاطر داده که ما از این استفاده بکنیم. اولا استفاده زبانی داشته باشیم. اصلا من رد میکنم که باید لط بکنیم، نه خیر، لط نباید بکنیم. برای او جزا تعیین بکنیم. جزاهای متعدد دیگه وجود داره که مثلا برای او یک تعداد غذا نمیتن، نمیمونه که نان بخوری، نان صبح بس از نان صبح ممنوع شدی تو به خاطر کار انجام دادی، یا در اتاق بندی میکنن که هم غلط است. ما در اتاق بندی بکنیم. چرا وقتی ما این کارا رو انجام میدیم عزت نفس او ضربه میبینه دیگه. او فرق نمیشه که خود دوست داشته باشه، وقتی بزرگ میشه از خودش نفرت پیدا میکنه. امروز تحقیقات بزرگ را دکترهای روانشناس انجام دادن و به این نتیجه رسیدن افراد اشخاصی که بیشتر امروز خشن هستند، عصبانی هستند و بالاخره خشن برخورد میکنن، دوران طفولیت به اینا ضربه وارد شده، اینا مورد لطوکوب قرار گرفتن در خانواده ها و امروز خشن هستند. بسیار زود اصلا صحبت نرم ندارن و میگن که مردا باید همین قسم باشه. خب بله دکتر صاحب، راهکار اولتون صحبت کردن امرای طفل بود، راهکار دومتون چی است؟ باید اول گفتم پاداش در نظر گرفته شود، بعدا باید با اینا صحبت نرم داشته باشه. خب اگر این دو کار نشد یعنی نتیجه نداد این دو کار، بعد از اون میتونن نزد یک مشاور مراجعه بکنن، نزد یک دکتر روانشناس راهکارهای مختلف را میشه برای اونا بگه. مثلا اولا از کودک از اونا یک تست گرفته میشه کودکشون در کدام وضعیت قرار داره. میشه کودکشون مثلا از لحاظ ذهنی خراب باشه، مثلا یک کودک از هیچ یاد نمیگیره، ما نمیشه که دیگه اون لط کوب بکنیم یاد بگی بچیم خاک دست تاسو که بچی کاکایت خوب یاد میگیره. باید نزد یک دکتر مراجعه شود که موقعیت هوش رو ما ببینیم که حالا این طفل یا این شخص در کدام موقعیت قرار داره. مثلا بیشتر اوقات خیلی ها از ضد یک کار انجام نمیده، طفلکای خرد از ضد میکنه که شک میکنه. بله حالا خوب است که با یک روانشناس در ارتباط باشن، مشاوره بکنن. مثلا ما باید هوش طفل را، ذکاوت طفل را ببینیم، حالا این که آیا این طفل عقب ماندگی ذهنی داره یا نداره. اگر عقب ماندگی ذهنی داشته باشه خب بیشتر اوقات دوست نداره که هم میل هم دیگرا باشه. بیشتر شخصیت‌های درونگرا رو ما می‌بینیم در سنین بزرگ درونگرا هستن، اصلا دوست ندارن مطابق دیگرا باشن. دکتر صاحب خوشم نمیاد اوجا باشم. بیشتر کسا میان نزد ما مثلا خوش ندارم کدزی باشم، کدزی خوش ندارم، خوش دارم که شما باشم دکتر صاحب. خب چرا که من مثلا خوب گپا میزنن؟ خب چرا؟ خب ببینید ما فضا رو قسم ساختیم که دیگه کتمه بسیار خوش است. من خودم شخصا تدریس کردم، تدریس میکنم، آنقدر کتمه شاگردا خوش هستن که هیچ نمیخوان از کنار ما دور شوند. حالا ما رازش پرسان میکنم. رازش بس پرسان میکنم. میریم روی راهکار بعدی. خب راهکار بعدی این هست که ما باید کوشش بکنیم علایق مد نظر بگیریم. علایق گناه دارن. مثلا بیشتر اوقات خوب است ما وقتی از تنبیه کمک میگیریم و اگر ما علایق در نظر بگیریم کمک میگیریم که تنبیه درست داشته باشیم، علایق اونا رو بفهمیم. بیشتر ما توجه نمیکنیم به علایق کسایی که حالا ما اونا رو تنبیه میکنیم، علایقش در نظر بگیریم، قطعا کمک ما میکنه. مورد بعدی خیلی اوقات ما باید فرصت به اونا بدیم، حداقل فرصت بر اونا در نظر بگیریم. این هم یک تنبیه میتونه داشته باشه. مثلا به یک نحو غیر مستقیم ما کار سر یک نفر انجام میدیم. اگر این راهکارها نتیجه نداد بیایم به یک نحو به توجهی بکنیم نسبت به طرف مقابل، یعنی به اهمیت نشان بدیم طرف مقابل، یعنی به یک نحو قار کنیم. به شکل ساده براتون بکنم. بگم مثلا یک فرد مطابق میل ما یک کار انجام نداد، ما هر تنبیه را انجام دادیم یا استفاده کردیم و ما نتیجه نگرفتیم، بیایم به تفاوتی انجام بدیم. مقابل نفر مقابل خود، مقابل حالا مخاطب خود، هر کسی که هست به توجهی داشته باشیم یا به یک نحوی رابطه خود قطع بکنیم. قطعا آرام آرام اون میاد که ما رابطه خود است. البته با مدت زمانه. بله مدت زمان میخواد. خب روش‌های وجود داره که جاگزین لط کوب شود. خب ما برای شما بیان کردم روش‌های مختلف وجود داره که جاگزین لط کوب میشه. ما کوشش بکنیم. مثلا ما قبلا برای شما بیان کردم که
کوشش بکنیم تشویق بکنیم، مثلا صحبت های خوب نرم استفاده بکنیم. مثلا صحبت نرم به چی معنی؟ به این معنی که تو اگر میخوای به نفع ما کار بکنی، اگر مرا دوست داری کار نکو، یا به شکل صمیمانه صحبت بکنیم. اگر مرا دوست داری به خاطر من نکوی کار، به خاطر من یا به خاطر من کار انجام بده. چقدر دوست داری؟ مثلا در خانواده کودکا رو بگیم چقدر مرا دوست داری. کودکایی که الله بالاخره بفهمن، درک بکنن، قطعا دیگه اشتباهی را نمیکنن. یا بیشتر شاگردای مکتب ببین جزایی بکنیم که شما هم بیان کردن قبلا. میشه که ما مثلا در تنهایی اونا رو بگیم که دیگه تو استاد باش، به مدت 20 دقیقه استاد باش، تو حق نداری که دیگه جای بری در جمع دیگرا باشی. یا بیشتر اوقات مثلا در بین جمع هم اگر هست دیگرا رو بگیم که شما خیلی عالی هستین و شما میتونید به جاهای خوب برسین، چین صحبت‌ها رو بگیریم و اگر مثل این باشین به جای نمیرسین. این تنبیه هم کمک میکنه. یعنی به شکل مقایسه قرار ندیم که مقایسه بکنیم، ولی صحبت‌هایی رو بکنیم که این فرد خود بخواد بزرگ بکنه، خود بخواد تلاش بکنه که مثل دیگرها باشه. خب باش میساب گیریم یک طفل تنبیه بدنی شده، لط و کوب شده، به اون مرحله آخر رسیده. والدین باید در قبال این اطفال کدام راهکار به پیش بگیرن؟ خب راهکارهای متعدد وجود داره که دوباره از نو آغاز بکنن و بالاخره بالای ذهنیت اینا کار بکنن. اولین مرحله ای است که با اینا مهربان باشن، با کودکان خود مهربان باشن. تحقیقات روانشناسی امروز به این نتیجه رسیدن، بیشتر تحقیقاتی که صورت گرفته، که ما باید آنقدر با کودکان خود صمیمی برخورد بکنیم، مهربان باشیم که اونا افکار بیرونی رو نداشته باشن در ذهن خود، افکار این رو نداشته باشن که نزد دوست خود برون در دل بکنن، نزد یک فرد دیگه برن در دل بکنن. پس خوب است که صمیمیت بیش از حد ما باید داشته باشیم با کودک خود. به نهایت وابسته نسازیم خود با او رو به خود وابسته نسازیم، ولی صمیمی باشیم، مهربان باشیم، کلمات خوب رو استعمال بکنیم، مثلا پسوند بتیم، جان، عزیزم، بیشتر چنین صحبت‌های را بگیم و اینا خیلی کمک میکنه مثلا ما را که بتونیم دوباره او آسیبایی که قبلا ما زدیم او آسیبا را برطرف بکنیم. مثلا میشه کودکان خود را جایزه برشان بدیم، تفریح ببریم، به مکان‌های دینی اونا را ببریم و با اونا بعضی چیزها را بخریم، خریداری بکنیم تا آرام آرام روابط خود با اونا دوباره درست بکنیم که خیلی ها اونا را دوباره به یک نحو بازسازی میکنه، ذهنیتشان را و فکرشان را باز میسازه تا اونا به این نتیجه برسن که نه، خانواده مکان درستی است. اگر امروز یک دختر رو می آوره به کارهای زشت، دلیل اصلیش خانواده‌اش است. اگر کم توجهی خانواده است، پسر رو می آوره به کارهای بد، کم توجهی والدینش باعث شده. اگر مثلا خانواده خوب باشه، هیچگاه پسر و دختر در بدو دنبال این باشن که مورد احترام قرار بگیرن یا دیگرها اینا رو دوست داشته باشن. بخیر باشین دکتر صاحب، سلامت باشین. تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردید. قربانتان بخیر. دوستان امید که در ارتباط به تنبیه بدنی کودکان چیستی و چرایی شما حل شده باشه. در ادامه شما با همکارم باشین.